پرویز ارزوقل یک دانشجوی توجک که کارمندان میلیس در دوشنبه شب 8 اکتبر سال 2022 مانع برگزاری استرو اکسکورسیا یعنی تماشای ستاره‌های آسمانی شدن خبر داد که این مشکل برطرف کرده شده. او استرو اکسکورسیاهای خود را از سر گرفته است. با دستگیری معاون رئیس دستگاه وزارت کارهای داخله عمرجان امامعلی مشکلی که نسبت گذرانیدن استرو اکسکورسیا داشتیم حل شد و اکسکورسیا را به یگان ممانعت امروز هم گذرانیدیم، نوشته است پرویز ارزوقل در صحیفه‌اش در فیسبوک. پرویز ارزوقل قبلا خبر داده بود که شب 8 اکتبر سال 2022 کارمندان میلیس خود را ناظران منطقوی معرفی کرده مانع برگزاری استرو اکسکورسیا او شدند. این دو کارمند میلیس هنگام تشکیل تماشای ستاره‌ها به نزد پرویز ارزوقل آمده امرش دادند که اسبابش یعنی تلسکوپ را جمع کرده از آنجا برود و دیگر دست به این کار نزند. ممکن نیست گفتند آنها به پرویز بدون ارائه یگان شرح دیگر. این حادثه در حال رخ داد که پرزیدنت تاجیکستان سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اعلام کرده است. یک بخش این 20 ساله محض ترغیب علم و فناوری است. بعد حل شدن این مشکل پرویز ارزوقل نوشته‌اش درباره رفتار کارمندان میلیس از صحیفه‌اش پاک کرده است، ولی معلوم نیست که آیا آن دو چسکوای برای این کارش یگان جزا گرفتند و یا ماجرا خوشی به خوشی حل شده است.